در تازه‌ترین تحولات میان آمریکا و ایران، مقام‌های دو طرف بار دیگر مواضع متفاوتی درباره ادامه تنش‌ها و وضعیت منطقه مطرح کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی شده ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. ما کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم. فقط ما هستیم که آن را کنترل می‌کنیم. نیروی دریایی ما فوق‌العاده است و اوضاع برای کشورمان عالی پیش می‌رود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در تازه‌ترین موضع‌گیری گفته است تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل آنها قرار دارد و ایران با وجود تنش‌های موجود به مسیر خود ادامه می‌دهد. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس ایران نیز گفته است ارزش تنگه هرمز برای ایران از بمب هسته‌ای بیشتر است. ما با تنگه هرمز میتونیم خیلی از مسائل خودمون حل کنیم. بحث تحریم رو میتونیم حل کنیم، بحث غرامات رو میتونیم حل کنیم، مقابله به مصر میتونیم بکنیم، بالاخره اینو تحریمش کنیم. هر کشوری ما رو تحریم کنیم. خیلی از مسائل ما میتونیم با این تنگه حل بکنیم و این نعمتی است که خدا در اختیار ایران گذاشته. حالا طول تاریخ به دلایلی ما نتونستیم استفاده کنیم. الان آمریکایی‌ها با این غلطی که کردن مسیر رو برای ما باز کردن. در کنار تهدیدهای نظامی، پیامدهای زیست محیطی نیز نگران کننده عنوان شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران حضور نظامی آمریکا و جنگ را از عوامل تشدید آلودگی در خلیج فارس و تنگه هرمز دانسته است. آمریکایان اما میگویند وضعیت جاری حاصل سیاست‌گذاری‌های نادرست جمهوری اسلامی است.